ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بعد القاسم محمد. اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. این جریان این الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة که بهتون عرض کردم که پیامبر معراج تشریف بردن و به حد رسیدن که در اونجا حضرت جبرئیل امین که امین وحی الهی باشه و معلم پیامبر بود، ایشون گفت که بعضی فراتر دیگه چه بالاتر دیگه نمیتونه بره و پیامبر خودش ادامه معراج تنهایی ادامه میده تا اینجایی که بر روی عرش نوشته شده که این الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. حالا ببینیم که چرا امام حسین به اون درجه رسیدن که به درستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. امام حسین علیه السلام. یکی از آیات قرآن که خیلی آیات زیبایی در سوره والفجر بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوستان، از اونجایی که انسان خدا خلق کرده، پیچیدگی انسان رو به غیر از خدا کسی دیگه نمیفهمه. یعنی این همه دانشمندا، جامعه شناسا، کسایی که راجع به انسان تحقیق میکنن، این همه کتاب‌ها نوشته شده در مورد که انسان چجوری باشه برخورد شده، ولی حقیقتش هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام از پیچیدگی وجود انسان سر در نمیاره. ما در درون همه خود، یعنی همه ما و شما در درون از خود یک قوه‌ای هست به نام قوه نفس داشت میگن که قوه نفس خودش باز مراتب داره. به عنوان مثال یه موقع شما عصبانی میشه، یک موقع شما خوشحال میشه، یک موقع ناراحت میشه. اینا همه تاثیرات نفس شماه. منتها نفس باز خودش طبقه بندیه. یک از نفس اماره. نفس اماره چیه؟ نفس اماره کارهای شیطانی انجام میده. یعنی شما رو به سمت کارهای بد میکشه. مثلا میگه دروغ بگو، غیبت بکن، دزدی بکن، کارهای زشت انجام بده. ایشون نفس اماره. یعنی در درون همه انسان‌ها هست. هیچ انسان نیستی که در درون از ما نیست. نه، خدا در درون همه انسان‌ها گذاشته. بعضی یک نفس هست نام نفس لوامه. لوامه یعنی چی؟ یعنی وقتی یک کار بد کردی پشیمان میشی. یک کار زشتی که مثلا من انجام دادم بعدش پشیمان میشم، میگم چرا کار کردم؟ چرا فلان دروغ گفتم؟ چرا حقش خوردم؟ این که تو پشیمان شدی میشه نفس لوامه. یعنی تو چیکار میکنه؟ توبیخ میکنه در دادگاه وجدانت. و از این بالاتر که اومدی، مرحله بالایش نفس مطمئنه. نفس مطمئنه چیه؟ نفسی هستی که شما رو به سمت خدا چیه؟ پیش میبره. یعنی فقط کارهای خوب. حالا خدمت شما شد ما این مجالس که ما و شما میام اینجا، خب هدفیه که انشالله یک درسی، یک نتیجه، یک بهره انشالله از این مجلس ببریم و انشالله با امید خدا بی بهره نباشیم. من خیلی ساده مطلب جمع جور میگم. مثلا آقا سرتاج خدمت شما شد کنار نشسته، دوام میگه سید مثلا مشروب نخور. ما یقه آقا سرتاج میگیریم، تو دوام میگه مشروب نخور. تو دوام ما خودمون درس خوندن فلان حرفا، ولی وقتی میرم در تنهایی خود فکر میکنم خدا رحمتش کنه بنده خدا که دوستی از من هسته که نمیخواد من در گمراهی بیفتم. حالا در ظاهر ما شاید ناراحت چون که ایده ما گفته یارشا، ولی حقیقتش مکتب محسن این مکتب امر بالمعروف نهی از منکر. آقا سرتاج جام میگه سید نمازا خوب بخوان. ما دوره باز بریم یقه از محکم میگم تو دوام میگه نماز بخوان. تو فکر ما نماز بلد نیستیم بخوان؟ نه. اگه در تنهایی بشینم فکر کنم خدا رحمتش کنه. آفرین به یکی به فکر از ما هسته که من از سمت خوبی بکشن، از سمت بدی چیه؟ دور میکنن. امام حسین علیه السلام مهمترین فلسفه قیامش بود امر به معروف نهی از منکر. آقا حاکم یک حکومت اسلامی باید انسان چی باشه؟ انسان ظالم نباشه، انسان فاسد نباشه، انسان که حق مردم بخوره نباشه، یک انسان خداپرست باشه که مکتب پیغمبرش پیاده کنه. ولی خب خودتون خبر دارید که متأسفانه در 3 سالی که یزید ابن معاویه حکومت کرد، سال اولش که امام حسین یارانش دستور قتل عام کرد، سال دوم به شهر مدینه حمله کرد و جان و مال مردم و ناموس مردم مباح دانست که هر کار کردید چون رو بیعت نکردن به یزید. و سال سوم خانه کبر چیه؟ این مزارش خراب کرد و همون سال سوم خودش به در واسطه شد. خب چنین شخصی چجور میتونه رئیس یک حکومت اسلامی باشه؟ رئیس یک حکومت اسلامی باید خودش چی داشته باشه؟ نشانه داشته باشه، معیار داشته باشه. اولیش اینه که بر اساس احکام الهی و سنت رسول الله عمل کنه. اگر این شرایط داشت، خود دیگه چیه؟ انسان تابعش میشه، میپذیره. اگر این شرایط نداشت مثل امام حسین باید قیام کنه رو بروشی و ایستاد شه. که اگر ایستاد نشه دیگه هر چی که از اسلام بود به قول امام حسین شه باید فاتحش خوانده شه. اما امروز سوالی که ما از شما داریم اینه که از خودمون سوال هست، اگر ما و شما در روز عاشورا در صحنه کربلا امام حسین یک طرف هست، یاران یزید و عمر بن سعد یک طرف هست، به نظر شما ما کدوم وری بودیم؟ با این شناخت که از پیامبر الان داریم همه ما و شما از 1400 سال که میگیم پیامبر خدا ای بوده، روشش ایه، سنتش ایه، به نظر شما ما کدوم وری بودیم؟
من این نکته رو اشاره میکنم که تمام کسایی که روبروی امام حسین ایستاده شده بود هم کسایی بودن که نامه نوشته بودن که امام حسین بیا ما با تو هستیم، ولی متأسفانه به خاطر که اونا رو یا ترساندن یا با زر خریدن، با پول خریدن، روبروی امام حسین ایستاده شدن. امام حسین بهشون فرموده تو مگه شما خودتون نامه به ما ننوشتید که بیا؟ خب شما ننوشتید ما بیام اینجا. ما کار نداشتیم، شما ننوشتید ما اومدیم خب کو همراهی از شما. حالا سوالیه که اگه ما و شما اون زمان بدیم آیا واقعا در صف امام حسین بودیم یا صف مخالف امام حسین؟ جوابش انشالله که به امید خدا و همه ما و شما از هم یاران پیامبر باشیم که در صف اسلام باشیم به امید خدا. اما الان چگونه میتونیم در صف امام حسین باشیم؟ من این خدمت شما عرض میکنم که البته اول به خودم توصیه میکنم بعد به شما. خدمت شما شد که از قول امام حسین علیه السلام نقل است که فرمودن بهترین اعمال، یعنی یه رسول الله فرمودن به قول امام حسین نقل کردن بهترین اعمال بعد نماز صبح شاد کردن دل یک مؤمنه، شاد کردن یک مسلمان، شاد کردن یک انسان، اما به شرطی که موجب آوردن یک دیگه نشه. به عنوان مثال یا آقا سرتاج ناراحته، علاقه داره راه میره، درسته؟ ما به سرتاج میگم نه چجوری داره راه میره، یعنی راه رفتن از یا افتادن از روش مورد تعصب قرار بدیم که هیچ کار کنه بخندن. این اسلام نمیپذیره. که تو یکی دیگر مسخره کنی که خوشحال‌چهری اسلام نمیپذیره. شاد کردن به جهتی که تو کسی دیگر ناراحت نکنی. حالا این چند نفرم که دارم من بز بیان میدان مطلب کنم. شده یک سلام دوست بسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوش آمدید. سلام. دوستان اگه جا هست یه خورده زنجور دوستان بیان اینجا تشکیل کاشاش موبایلو چی نی؟ موبایل زنده را کنه خیلی خراب چند بود که چون هست برو این که خوش بده ده چی میشه؟ نمیشه همین چه فرق بلزی میشه نه خیلی زنی بشی بیا خوشوی ما خیس هستن خیلی خوش سلامت بشی. خدمت شما شاید که در ادامه مطلب مهمترین اصلی که حضرت امام حسین علیه السلام همش روش تاکید داشته بود که حیات من از ذله، یعنی من زندگی که با حکومت ستمگر روشن نمیپذیرم، ولی مرگ و شهادت را که در جهت دین رسول الله علیه السلام باشه میپذیرم، چون مرگ با سعادته، اما زندگی کردن با یه حاکم فاسد چی هست؟ این ذلت هست. خب این درسش چیه برای ما و شما؟ امام حسین بارها فرموده بود در اون کسایی که روبروش ایستاده شده بودن، گفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، آزاد مرد باشید، یعنی بنده کسی دیگه به غیر از خدا نشو، اگر دینم نداری خود نداشته باشید. ما و شما که الان دور هم اینجا هستیم، حقیقتش اگر واقعا میخوایم در صف امام حسین علیه السلام باشیم، در صف پیامبر علیه السلام باشیم و جز کسایی باشیم که پیامبر خدا از ما و شما راضی باشه، امروز وظیفه ما و شما چیه؟ من اینا رو به ترتیب میگم ان شاءالله که اول بر خودم تاثیر داشته باشه بعدش برای شما. اگر احساس میکنه هر کدوم از رفقای شما نیاز به کمک داره، باید بهش کمک کنید. پیامبر فرموده بود که اگر کسی صدای کمک مسلمان رو بشنوه، به یاریش نره، آقا مسلمان نیست. یعنی یک بنده خدایی حالا کمک نیاز داره، نیاز مالی هست، نیاز عاطفی هست، نیاز درسی هست، هر نیازی که هست اشکال نداره و تو میدونی این نیازشه، باید به کمکش بشتابی. اگه کمک نکنی خودت چجوری ادعای انسانیت میکنی که ما انسان هستیم؟ خود پیامبر میگن همسایه یهودی داشته، همسایه مسیحی داشته. این همسایه یهودیش اکثر موقع اذیتش می‌کرد. روز آن حکومت زیاد دست اسلام نبوده. اذیتش می‌کرد پیامبر اکرم. یکی از روزا که پیامبر میاد بیرون، خب می‌بینه که بابی بندخواه یهودی نیست که اذیتش کنه، چون اکثر موقع جلوی پای پیامبر خار می‌ذاشت یا از بالا روی پیامبر شه نعوذ بالله خاکستر چیزای آشکار میاد. یه روز پیامبر میاد، خب به یارانش میگه بندخواه همسایه یهودی کجا بود که هر روز بالاخره ما رو نوازش می‌کرد. گفتم آقا مریض شد. آقا پیامبر رفت بازار، اون روز هر چی که بود بالاخره معمول بود خرید برای عیادت مریض رفت. این بنده خدا سخت رزل پتو کرد در شهر که بابا من این همه اذیت کردم، وجود مقدس یه مورد عیادت است. ما آخر وقت پیامبر حالش ازش پرسیده باشه، اول پرسی نکرد. و اون کسی که یهودی بود که یهودی اصلا دین عوض نمیکنه تحت این شرایطی، مسیحا عوض میکنن دین خونتا، یهودی عوض نمیکنن، ولی با اینمی اخلاق پیامبر
طرف اشهد خواند چه مسلمان شد با این اخلاق پیامبر. پس نکن در درون همه ما و شما یزید وجود داره، در درون همه ما و شما امام حسین وجود داره. این تویی و این مایم که باید انتخاب کنیم کدومش باید بیدار شد. مثل کسی میگه که ما آقا اصلا نیاز من خواب ندارم، نیاز من غذا ندارم، نیاز به آب ندارم. نمیشه. خدا همه این نیازها در وجود انسان گذاشته. تو تصمیم باید بگیری. خدا ملائکه خلق کرده، ملائکه فقط خدا چه عبادت میکنن؟ بعضی ملائکه فقط رکوع میکنن، بعضی ملائکه فقط سجده میکنن، بعضی ملائکه ایستادن، بعضی ملائکه نشستن. هر ملائکه یک کاری میکنن. اونا که گناه نمیکنن. حیوانات هم که فقط و فقط پیرو چی هستن؟ پیرو هم غریزه خواستن. یعنی وحشیگری و ددمنشی درست از موشا. منتها خدای دوتا رو جمع کرده در انسان داده. یعنی هم بهش یک نیروی داده که میتونه مثل ملائکه باشه، هم یک نیروی داده که مثل چی میتونه باشه؟ مثل حیوانات میتونه باشه. خود دست خود انسان. و من به خاطر از همون که وجود انسان بسیار پیچیده است. بسیار پیچیده است. خیلی از روایات هست که میگه آقا هر موقع خشمگین شدی، ناراحت شدی، چون خشم وقتی که انسان میشه چشاش قرمز میشه. اگه دیده باشید وقتی انسان خشم میشه چشاش قرمز میشه. میگه بهترین کار اینه که یا بشینی یا یک لیوان آب بخوری یا بگی لا حول ولا قوة الا بالله العظیم یا اسمش بگذاری. در غیر صورت کسی که خشمگینه میگن از شیر نر خطرناک‌تره. یعنی اون قوه عصبی که در وجودش هست ممکنه با هم قوه بزنه طرف مقابلش بکشه. ناکارش کنه. آدم که خشمگین میشه. میگه اگر انسان تونست بر خشم خودش غلبه کنه اون انسان بزرگیه. پیامبر یک روز از کوچه رد میشد، مردم اون زمان از او قوی هیکلاش مثل الان که مثلا زیبندام کار میکنن بالاخره وزنا رو بلند میکنن، چند نفر بودن سنگ بلند میکردن که بگن کدام قدرتمندتره. پیامبر آمد و گفتن یا پیامبر نگاه کن کدوم از ما قوی تریم، هر کدومش یک وزنی رو بلند کرد. پیامبر تبسم میکرد گفت درسته، خب بالاخره یا آقا وزنش کمتر بود. اما پیامبر فرمود اشجع الناس من غلب هوا. شجاعت این شما کسی که بر نفس خودش غلبه کنه. کدوم نفس؟ نفس اماره. یعنی فرض بنان مثلا تو آقا دزدی میتونی کنه، غیبت میتونی کنه، دروغ میتونی کنه، هزار کار فساد میتونی کنه، اما جلویش میگیری. تو مردی، تو مردانگی داری. با اینکه میتونه کارهای بد کنی، چون همه‌اش انسان میتونه انجام بده. وقتی تو این کارا نمیکنی پس تو انسان بزرگوار پیش خدا. ولی سوال من این بود دوستان که اگر ما و شما در روز عاشورا دانمون صحنه قرار میگرفتیم که بر امام حسین ایورم یارای یزید است. امام حسین نواصی رسول الله همه میشناسن. ولی وقتی موقع نماز میشه از لشکر کوفر به امام حسین میگه که نماز تو پذیرفته نیست. بعد یکی از یارای امام حسین میگه نعوذ بالله نماز حضرت امام حسین قبول نیست، نماز شما قبول نیست. و امام حسین به خاطر شما که نانوشته که بیاید ما را از دست حاکم فاسد نجات بدید آمده اینجا قیام کنن. حالا ما و شما تو کدوم قسمت میتونیم باشیم؟ این دلیل خیلی یک کار سخت که انسان بخواد دلیل بیاره حقیقتش اگه بگیم تو اون موقع بودیم. ولی من میگم که ان شاءالله با امید خدا همه ما و شما از هم طرفدارای چی هستیم؟ طرفدارای اهل بیت پیامبر هستیم. یعنی در طرف اسلام. ولی الان چجور میتونیم مرغم باشیم؟ الان با ذکر این نکته که اگر از یک برادر مسلمان خود از یک هم نوع از خود نیاز به کمک داشت بکن کش بشتا. اگر دل رو خوشحال کردی مطمئن باش که خدا گره‌های زندگی را باز می‌کنه. یک دل خوشحال کردی. حتی خوشحال کردن این معنی نیست که خب قلقلکش بده کوچه خوشحال شدن. منظور این نیست. خوشحال کردن یعنی آقا جان او بنده خدا گرفتاری داره، یک مشکل مالی داره، تو برای چه مشکل حل کن. آقا من ترک خاک آمده، دولت نروژ به من گفت آقا جان چیه باید کشور ترک کنی و چند تا از رفقام خبردار شده. خب مسلماً من با این پیسه‌ای که در ماهانه میگرفتم یه مقدارش برای خانه خرجخانه میفرستادم. حالا موندم توی گیریبیری خود چیکار کنم؟ ترک خاک ما آمده به نفر از برم خانواده اینجوری از برم خودم بلا تکلیف. اگر 4 تا رفیقم مرد داشته باشم با 100 کرون 200 کرون گاهی اوقات آبروی انسان میخره. ارزش انسان بالا میبره. میان رفقاش جمعشون دورش میان آقا جون نگران نباش. تا اون زمانی که در کشور دیگه مستقر نشدیم ما هم ماهانه تو چیه به خانه میفرستیم. یا حداقل یه مقدارش به وسعت خودمون به توان خودمون. خود دیگه از این انسانیت و مردانگی بالاتر هست نیست با. ولی شرطی که گوش‌ها کار نباشه، چشم‌ها نابینا نباشه، آدم باید ببینه. وقتی ما و شما انسان تو محیط انسانی زندگی می‌کنیم باید رفتار ما و شما انسانی باشه. حالا گفتم نمونه‌اش که من در خیابان راه میرم اما سرتاج میاد اما بیا آقا فیلم بد سعی نکنی ها. اینترنت داری فیلم بد سعی نکن، شراب نخور. من با آقا سرتاج درگیرشم میگم تو دمای حرفا میزنی؟ ما دیگه ما خودمون زغال فروشون تو دمای حرفا میزنی؟ خب نه دیگه وقتی در تنهایی فکر می‌کنم میگم آفرین سرتاج خدا پدرش رحمت کنه، خدا مادرش رحمت کنه که چنین بچه‌ای آفریدن. کی مردم چی میگه به راه راست مرد دعوت میکنه. باید از این خوشحال باشیم. نه از ناراحت باشیم. دیگه حقیقتش دوستان من هرچی که فکر میکنم میگم هدف از این مجلس که ما و شما سالها درش آمدیم الان هم خدا رو شکر توفیق پیدا کردیم آمدیم اینجا یک چیزی که تو راه داشتم ما خود فکر میکردم
هر کسی که تو مجلس امام حسین میاد با کسی فرق نمیکنه. یعنی من نمیتونم که وقتی اینجا میشنم انتظار داشته باشم که دما احترام زیاد بذاره، بی اشتباه هم. هر کس وظیفه داره. علی آقا چای میده، آقای دوستان آقا نقیب خدمت شما شاید که میگیره اینا رو درست کنه. اسم چی بود؟ حاجی آقا. اینا رو میگیره درست میکنه، یه بنده خدا دیگه اینجا جارو میکنه. پس هر کس تو مجلس امام حسین یک کاری انجام میده چون وظیفه‌شه. دیگه پس این فخر فروشی نیست که من اگه اومدم روی منبر نشستم بگم همه باید نما احترام بذارن. این کار زشته. همه در اینجا ده عکس زدن، فقط خدا میدونه کی بالاتره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی ایمانش بیشتره در خدا، تقواش بیشتره، تصدیقش بیشتره، ازش بالاتره. پس درس که ما و شما از امام حسین میخوام بگیریم، از خاندان پیامبر میخوام بگیریم، اینه که باید مثل انسان زندگی کنیم. چون انسان دیگه نه، باید مثل انسان زندگی کنیم. یه موقع رفیقت ناراحت میکنه بگذر ازش. اشکال نداره. خود تو مشوا کردی و مشوا کن. تازه حدیث است که اگر کسی از شما معذرت خواهی کرد، تو باید معذرت خواهیش بپذیری. باید بپذیری دیگه. چون خدا خودش یه سترالویی و تو هم باید ایوای مردم بپوشن، اشکال نداره. رفیق به خاطر از این رفیق گفتم که تو باید حوصله و ظرفیت بیشتر باشه اگه او اشتباه کرد. حتی من اول به خودم میگم، چون من خودم خیلی وزنم خراب‌تر از این و ان شاء الله همین دوستان من ببخشن، چون گاهی اوقات دوستان من اذیت میکنم و در واقع مغزشون رو ناراحت میکنم. من اول از همه شما حمایت میکنم، ولی حقیقتش اینه که هدف اصلی از این مجلس که ما و شما میام هدفش اینه که یه مقداری اما روح از خودت جلا بدیم. کشاورز این همه زحمت میکشه، کشاورزی میکنه که یک محصول ازش به در بیاد. طرف میره درس میخونه، دانشگاه میره که دکتر شه آخرش. یعنی هر کس که یک کاری میکنه منتظر نتیجهش چیه؟ از 100%. خب آمدن در این مجلس نتیجهش چیه؟ یک سلام بفرستید. اینجا سلام علیکم. اینجا هست باشم. یه شعر خیلی جالبی هست که این شعر زبان حال خود خداونده برای بندگانش، که یک شاعری از طرف خدای افزایی که میگه دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با ما، به ما درد خود افشا کن، مداوا کردنش با ما. اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن از ما، در این خانه در قلباب کن، وا کردنش با ما. چو خوردی روزی امروز، ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با ما. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیکوبد را، جمع منها کردنش با ما. اگر عمری گناه کردی، اینو بیشتر دوام میگه، اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس امضا کردنش. بابا درگاه خدا درگاه رحمت دیگه، درگاه رحمت دیگه، هیچ کس نباید ناامید شود. همه ما و شما مهاجر می‌آمدیم در یک کشورها به امیدی که ان شاء الله با امید خود یک زندگی خوبی برای خود درست کنیم، برای خانواده خود درست کنیم، کمک خرج خانواده ان شاء الله باشیم. پس وضعیت همه ما و شما یک جوره، بس باید همیشه دست همدیگر خوب بگیره. او کسی که خدا بهش لطف کرد الحمدلله در فرصت خیلی کم جواب قبول گرفت، ان شاء الله قبول و دنیا هم بگیره، نباید دیگه خودت جدا کنه از بقیه جماعت. یک بنده خدای مثل مک ترخواه گرفته که در اینجا نشسته، تو بیا دلداریش بده با 4 تا کلمه دلداریش بده، آقا ناراحت نشو، این کشور نشد کشور دیگه. زخم روی نمکش نباش که آقا نگاه کن 2-3 سال تو اینجا من در آخرم قبول نگرفت، ولی ما نگاه کن 6 ماه قبول گرفتیم. سعی کن چیه مرهمش باشی. بگو آقا از پولی مشکل نیست، ما با رفاقت جمع میشیم یه پولی برات درست میکنیم. آقا او پول شما و او رفاقت شما در روز بد به درد نخوره، کی به درد میخوره؟ میگن رفیق خوب پولی زیاد در روز بد. خب چی فایده؟ من پدرم، همه پدرای شما رو ان شاء الله خدا حفظ کنه، اونایی که پدرشون رحمت خدا رفته خدا ان شاء الله رحمت کنه. پدرم همیشه میگفت یاد باشه که یک دوست جای 100 دوست نمیگیره و 100 دوست جای یک دوست نمیگیره. میگفت یاد باشه که بعضی موقع 100 تومن جای میلیون‌ها تومن میگیره و بعضی موقع بالعکس نمیتونه جایگزین شه. به من میگفت همیشه سعی کن دوست پیدا کنی که 1000 دوست کمه و سعی کن دشمن نتراشی که یک دشمن هم زیاده. و واقعا همین هست. حقیقتش همین هست.
حالا شما خود انصاف بده، همه ما شما در این مجلس جمع شدیم و هیچ کس به کسی که برتری نداره به غیر از خدا میدونه کی برتر از کسی هست، هر کس که عملش پاک‌تره. ولی به نظر شما آیا درسته من با تمام مشکلاتی که اینجا برام پیش اومده الانم ناراحت افسرده‌ام به خاطر که مردم خان از این کشور مثلا بیرون کنن، همه شما مرا شب ترک کنید برید بیرون؟ بگید ولش کن، به ما چه مشکل خودشه؟ همین انسانیته. امام حسین شهید شد که بگه آقا به من چی به تو چه نیسته، در ما غرض نیست، تو غرض نیست، اسلام نیسته. وقتی که انسان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که این رو گفتیم مسلمان شدید دیگه باز وظیفه و تکلیف چیه خیلی زیاد میشه. حتی داشتم اینا که من دارم میگم حقیقتش از خود نیست، همش از روایتایی که از پیامبر اهل بیت اومده که باعث هر انسان حواسش به دور و برش باشه، به رفقاش، نه فقط مسلمان، هم نوع خودش هم چرا حتی حیواناتی هم که ما و شما میبینیم یک حق بر ما و شما دارن. یعنی هر چیزی در دنیا وجود داره بر ما و شما چه حق داره. مهمترین تأثیری که ما در این مجلس می‌بینیم تأثیر روحیه. ما خودمون الان چند زده شفاخانه هستیم، در قسمتی هستیم که حالا دور از جنگ ما و شما، دور از این مجلس، اکثرا انسان‌های روانی داخلشه. منتها اینا کسایی نیستن که درس نخوانده باشن. اکثرش که وقتی باشون صحبت می‌کنیم ماشاءالله مدرک‌های دانشگاهی، یک دکترا، یک فوق لیسانس، چه رشته‌هایی، ولی آخرش می‌بینی کارشون مثلا به قسمت روانی شفاخانه کشیده. وقتی باشون صحبت می‌کنیم میگن ما از زندگی مادی به هر چی رسیدیم. بهترین موتر، زندگی، بساط، همه چی خانه، ولی میگه روح از ما چیه؟ در آشفتگی روح از ما. خب چرا؟ چون اینا متأسفانه تو زندگیشون هیچ مسئله روحی نداشتن که روح از اینا رو سیغل بده. همش مادیاته. یعنی دنیای امروز که ما شما زندگی می‌کنیم تکنولوژی دیگه در حد 100 است. دیگه عدد بالاتر 100 نیست برای تکنولوژی. از اون 100 است. یعنی هر شما از تکنولوژی هر چی بخوای وجود داره. هر چیزی که بخوای. اما آیا تنیسا که از لحاظ روحی هم اینا رو تامین کنه؟ نه. ولی اسلام چرا؟ اسلام تا آخر زمان هم ان شاءالله نیازهای مادی شما رو برآورده می‌کنه، هم نیازهای معنوی و روحی رو. این مجلس هم یک خاصیتش اینه که من خودم میره یقین دارم و شما ان شاءالله همینجوری یقین دارید، مجلسی که ذکر خدا باشه، ذکر اهل بیت پیامبر باشه، 100% روح انسان چه جلا میده، صاف میکنه، گناه انسان رو کم میکنه. هر انسان گناهش کم شد، روحش جلا پیدا میکنه، قلبش صاف میشه. دیگه نمیره سمت خودکشی، سمت قرصای روانگردان نمیره، سمت مثلا کارهای اشتباه نمیره که خب فقط وجود خودش چیه چند لحظه راحت کنه. اصلا دلیل نداره. ما و شما الحمدلله 14 نمونه کامل خدا خلق کرد بعد از 24000 پیامبر که آقا هر گونه کاری که داشتید 14 تا هست بهش سر بزنید. 14 نمونه کامل که یکی از اون مظاهر نمونه کامل حضرت امام حسین علیه السلام. شما زندگی نامش رو بخوان ببین تماما انسانیت جانمردیه. روزی هم که میخوای جنگ شه، وقتی که یاران امام حسین به امام حسین گفتن بابا این گروه هر که اومده این خود تعدادش کمه، بزن اینا رو نابود کنیم، امام حسین گفت که ما شروع کننده جنگ نیستیم. یعنی در هیچ جنگی هم نه خود پیامبر نه و کسایی که با پیامبر بودن شروع کننده جنگ نبودن. پیامبر در اکثر جنگ‌ها که میرفت اول مردم موعظه میکرد به سمت خدا، میگفت آقا خدا ایه، راه خدا ایه، اسلام ایه. اگه اونا قبول میکردن که قبول میکردن، اگه مخالف خدا و پیامبر خدا مثلا ایستاد میشدن خود جنگ شروع میشد. ولی اولش موعظه بوده. ولی نگرانی همه ما و شما از اینه که او کسایی که روبروی حضرت امام حسین ایستاد شدن همشون مسلمان بودن. همشون مسلمان بودن، همشون قرآن خوان بودن، همشون پیغمبر رو میشناختن و اون چیزی که پیامبر در مورد امام حسین گفت همشون سینه به سینه چیه بهشون رسیده بود. ما و شما بعد از 1400 سال میدونیم پیامبر که اونا نمیدونستن. 50 سال گذشته بود از رحلت پیامبر، 50 سال. اون طرف که خودش 50 60 ساله، خب پدرش 100% چی بهش گفته بود دیگه. ولی نگرانی ما از شما این است که اگر این جمع میشه نه به خاطر از اینکه چرا امام حسین کشته شد. امام حسین خودش در بهشت برین است، پیش خدا خواسته. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسی که در راه خدا جنگ میکنه کشته میشه که مرده نیست، که زنده است و روزی میخوره. تمام کسایی که در راه خدا جان خودن خواهان زنده هستن، نه فقط اونها. خب همه کسایی که از دار دنیا میرن در یک جایی هستن به نام چی؟ به نام برزخ. که برزخ دو قسمته، برزخ انسان‌های خوب و برزخ انسان‌های بد. که در اونجا تکامل پیدا میکنن. کسی که تکامل پیدا میکنه اونجا تکامل پیدا میکنه. پس ما ناراحت از این نیستیم که چرا امام حسین شهید شده. ناراحتی از این بابت است که مظلومیت امام حسین نگاه کن که اینقدر پیامبر در موردش سفارش کرد که آقا ان الحسین و الحسن سید شباب اهل جنت. حسن و حسین سید و بزرگواران اهل بهشت هستند. پیامبر فرمود انا من حسین و حسین من از حسین و حسین از من. امام حسین همیشه میذاشت روی شانه‌اش، لبایش رو بوس میکرد، دنداناش بوس میکرد، میگفت اینا چی هستن؟ اینا پسرای مثلا چون پیامبر پسر نداشته.
و پسر دخترای خوب پسر از خود میخواد. یعنی این هم در مورد اونها تاکید کرد، ولی آخرام کیا اومدن رو روش شدن؟ همون کسایی که 5 وقت نماز میخوندن و شهادتن به زبانشون جاری بود. ناراحتی از اینجا. حالا اون کسی که میگه چرا گریه میکنه، خب بابا گریه کردن یک مسئله احساسیه. تو حتی وقتی یک مرغ دارن سر میبرن، خب تو یک مقدار